حق با تو بود. میبایست میخوابیدم، اما چیزی خوابم را آشفته کرده. تا 3 ماه دیگه دارن ما را از هم جدا می‌کنن. کاش تنها نبودم. نه به نظرت خدا از من خوشش میاد؟ کاش تنها نبودی. اون وقت میتونستیم به این موضوع و موضوعات دیگه انقدر بلند بلند بخندیم تا همسایه هم از خواب بیدار شن. میدونی؟ انگار چرخ و فلک سوارم، انگار قایقی مرا میبره، انگار روی شیب برفا دارم اسکی میرم. مرا ببخش، ولی آخه چگونه میشه عشق را نوشت؟ انگار صدای شیبم میآید. گوش کن. میدونم که هیچ کی نمیتونه عشق رو بنویسه، اما به جای اون میتونم قصه‌های خوبی برات تعریف کنم. گوش کن. یکی بود، یکی نبود. دختری بود که به جای آبیاری گلهای بنفشه، به جای خواندن آواز ما، به جای علوفه دادن به مادیانهای آبستن، به جای پختن کلوچه‌های شیرین، ساده و اخمود عشق من است. میشنوی صدای شیون در اوج است. برای بیان عشق به نظر تو کدوم رو باید خوند؟ تاریخ یا جغرافی رو؟ میدونی من برای تاریخ دلم میسوزه. حق با تو بود. میبایست میخوابیدم، اما مادر بزرگا گفتن چشمها نگهبان دلهایند. میدونی از افسانه های قدیم چیزهایی در ذهنم سایه‌وار در گذره. کودک، خرگوش، پروانه ها. و من چقدر دلم میخواهد همه داستانهای پروانه ها را بدانم که بی نهایت بار در نامه ها و شعرها در شعله ها سوختند تا سند سوختن نویسندگانشان باشد. پروانه ها. تصور کن آنها در اندیشه چیزی مبهم که انعکاس لرزانی از حس و ترس و امید را در ذهن کوچک و رنگارنگشان میرقصانند به گلها نزدیک میشوند. یادم میاد روزگاری ساده لوحانه، صحرا به صحرا، بهار به بهار، دانه به دانه بنفشه‌های وحشی را یک دسته میکردند. مرا ببخش، اما عشق را چگونه می شود نوشت در گذر این لحظات پرشتاب شبانه که به غفلت آن سؤال بی جواب ما را دارن از هم جدا میکنن. دیگه حتی فرصت دروغ هم برام نموند، وگرنه چشمانم را میبستم و به آوازی گوش میدادم که در آن دلی میخوانند من تو را، او را، کسی را دوست داشتم، کسی را دوست داشتم، کسی که هیچ وقت مرا دوست نداشت.